تو اولین صحنه فیلم ما یه پسری رو میبینیم به اسم نیکولاس که داره تو دریا شنا میکنه که تو همون لحظه تو زیر آب جسد یه بچه رو که رو بدنش یه ستاره دریایی قرمز چسبیده رو میبینه. نیکولاس میترسه و شنا میکنه و به ساحل میره و با سرعت میدوه به طرف خونه‌شون. مادر نیکولاس تو آشپزخونه داره صبحانه درست میکنه و وقتی صبحانه رو به اتاق نیکولاس میبره میبینه که نیکولاس توی اتاقش نیست. نیکولاس به خونه میرسه و همونطوری که داره نفس میزنه با مادرش در مورد اون پسر مرده زیر آب با ستاره دریایی قرمز صحبت میکنه. مادرش از اون میپرسه که تو رفتی بیرون و شنا کردی؟ نیکولاس خیلی ترسیده و مادرش هم نگران اون شده و به اون میگه دیگه اونجا نرو، ممکن بود غرق بشی. تو صحنه بعد ما نیکولاس رو میبینیم که داره تو دفترچه خاطراتش همون جسد با ستاره دریایی قرمز رو میکشه و تو همون لحظه چند تا پسر از بیرون نیکولاس رو صدا میزنن. نیکولاس از پنجره بیرون میاد و اون بچه‌ها جسد یه حیوان مرده‌ای رو بهش نشون میدن و میگن بیا بریم این حیوان رو دفن کنیم. نیکولاس به اون بچه‌ها میگه که من جسد یه پسر مرده رو توی آب دیدم و یکی از اون پسرا به نیکولاس میگه دروغگو و با چوبی که اون حیوان روش بود به نیکولاس نزدیک میشه. نیکولاس میترسه و یه قدم به عقب میره و بالاخره از پنجره بیرون میاد که برن اون حیوان رو دفن کنن. اونا زمینو میکنن و شروع به خاک ریختن روی اون حیوان میکنن. تو همین لحظه نیکولاس دستشو جلو میبره و اون حیوان رو لمس میکنه. بعد از اون نیکولاس به اتاقش برمیگرده و تو دفترچه خاطراتش شروع به کشیدن یه ستاره دریایی میکنه. و مادرش میرسه و داروهای اونو بهش میده و نیکولاس داروهاشو میخوره. اون کنجکاوه که چرا اون بیماره و چرا دارو مصرف میکنه. مادرش خیلی خوب به اون میفهمونه که اون در حال بزرگ شدنه و بدنش در حال تغییره و به همین دلیله که اون نیاز به دارو داره. روز بعد میبینیم که نیکولاس و دوستاش توی ساحل ایستادن و مادر نیکولاس در حال جستجوی یه چیزی توی دریاست. تو همون لحظه مادر نیکولاس با یه ستاره دریایی قرمز تو دستش از آب بیرون میاد و به نیکولاس میگه که توی اونجا جسد مرده‌ای وجود نداشت. نیکولاس بعد از مادرش شیرجه میزنه و میره که ببینه اون جسد وجود داره یا نه. همینطوری که مادر نیکولاس داره اونو صدا میزنه نیکولاس به پایین دریا میره و وقتی میخواد یه سنگ بزرگ رو جابجا کنه دستش زخمی میشه. تو همون لحظه مادرش اونو از آب بیرون میکشه و اونو به ساحل میبره. مادرش اونو پیش یه پرستاری به اسم استلا میبره و اون زخم نیکولاس رو بخیه میکنه. نیکولاس تو طول شب زخمش رو نگاه میکنه و تو صحنه بعد ما میبینیم چند تا زن با یه فانوس تو دستشون از خونه‌هاشون خارج میشن و به ساحل میرن. بعد از اون اتفاق ما میبینیم که مادر نیکولاس یه جسد تو پتو پوشونده شده رو توی بغلش داره. یه زن دیگه پتو رو از روی صورتش برمیداره و بعدش همه زنا به شکل دایره‌ای دور جسد میایستن. صبح روز بعد نیکولاس رو میبینیم که با یه ستاره دریایی قرمز داره بازی میکنه. دو نفر از دوستای نیکولاس به سمت اون میان و فرانک به اون میگه که ترسو و اونو شروع میکنن به دعوا کردن و مادر اون میاد و اونا رو متوقف میکنه. نیکولاس یه سنگ برمیداره و یکی از بازوهای ستاره دریایی رو با خشونت له میکنه. مادرش به اون خیره میشه و اون ستاره دریایی رو توی یه کاسه میذاره. نیکولاس سر میز میشینه و غذا میخوره. داروهاشو میخوره و میخوابه. روز بعد مادرشون به بیمارستان میبره. مادرش پیشونی اونو میبوسه و اونو برای یه شب اقامت توی بیمارستان رها میکنه. استلا یا همون خانم پرستار که دست نیکولاس رو بخیه کرده بود به نیکولاس میگه که مادر درباره نقاشی حیواناتی که توی دفترچه خاطراتت کشیدی بهم گفته. استلا نمونه خون نیکولاس رو میگیره و به یه اتاقی میرن که از نیکولاس خواسته میشه بره دوش بگیره. استلا به اون کمک میکنه که لباساشو در بیاره و تو همون لحظه دفترچه خاطرات اونو میبینه. استلا از نیکولاس میخواد که بذاره دفترچه‌ش رو نگاه کنه. استلا دفترچه رو نگاه میکنه و نقاشی‌های مثل ماشین و دوچرخه و چیزای دیگه نیکولاس رو میبینه و تو صحنه بعد ما نیکولاس رو میبینیم تو سالن عمل و پرستارا کنار اون ایستادن. نیکولاس به میز بسته شده و یکی از پرستارا به اون اطمینان میده که عمل به زودی انجام میشه و تو همون حین استلا یه سرنگو برمیداره و به شکم نیکولاس تزریق میکنه. تو ساحل ما چند تا زن از جمله مادر نیکولاس رو میبینیم که در حال خوردن موجودات دریایی ان و نیکولاس رو که توی یه اتاق بزرگ با تعداد زیادی از بیمارای بچه رها شده و همینطور پرستارا که در حال دیدن یه فیلم زایمان یه زن هستن. صبح روز بعد نیکولاس کنار پنجره نشسته و به دریا خیره شده. وقتی یه پسر دیگه‌ای وارد اتاق میشه و شکمشو به بچه‌ها نشون میده و توضیح میده چه رفتاری با اون داشتن، نیکولاس از اتاق خارج میشه. نیکولاس تو راهرو استلا رو میبینه که قبل از اینکه به شکمش نگاه بندازه به اون لبخند میزنه و میره و اما مادر نیکولاس از پشتش ظاهر میشه و اونو به خونه میبره. در حالی که نیکولاس جلوی میز ایستاده و به کاسه‌ای که ستاره دریایی قرمز سونه خیره شده، مادرش قطره‌های دارویی رو میریزه توی لیوان و به اون میده. اون داروهاشو میخوره و به رخت خواب میره.
نیکولاس در حالی که روی تخت دراز کشیده تصمیم میگیره تا از پنجره خارج شه و وارد خیابون بشه. اون فانوس رو برمی‌داره و توی خیابون میدوه و زنایی رو میبینه که فانوس به دست به سمت ساحل میرن. اون به سمت خونه دوستش ویکتور میره و پنجره اتاق خوابش رو میزنه و اونو صدا میکنه. نیکولاس به ویکتور میگه که فکر میکنه مادراشون به اونا دروغ میگن و اون میخواد بدونه که اونا واقعا چیکار میکنن. اون از ویکتور میخواد که اونا همراهی کنه و با هم برن و ببینن واقعا چه اتفاقی داره میفته. ویکتور قبول میکنه و با هم به سمت ساحل میرن و اما وسطای راه ویکتور میترسه که گم شه و نیکولاس رو تنها میذاره و در میره. نیکولاس متوقف نمیشه و با فانوس توی دستش به راهش ادامه میده. اون از روی یه صخره پایین رو تماشا میکنه و گروهی از زنها رو از جمله مادر خودش رو لخت میبینه که روی هم خوابیدن و در حالی که دارن ناله میکنن روی هم میلغزن و یه جنین رو تو بغلشون جابجا میکنن. نیکولاس شوکه میشه و شروع میکنه به دویدن به سمت خونهشون. از پنجره بالا میره و روی تختش دراز میکشه و بعد صدای در رو میشنوه. اون بلند میشه، از پله‌ها پایین میره و از لای در میبینه که مادرش در حال دوش گرفتنه و روی پشت مادرش یه سری قده‌های گرد برجسته رو میبینه. اما تو صحنه بعد نیکولاس رو توی بیمارستان میبینیم که روی تخت دراز کشیده و اصطلاح مشغول سونوگرافی اونه. یه پرستار دیگه هم روی صندلی نشسته و داره به مانیتور نگاه میکنه. مادر نیکولاس کنار اون منتظر تا سونوگرافی کامل بشه. مادرش لبخند میزنه و به محض اینکه پرستار متوجه یه چیزی توی سونوگرافی میشن، بعد از سونوگرافی مادرش اونو میبوسه و اونو با یه پرستار توی آسانسور رها میکنه. پرستار نیکولاس رو به اتاقی میبره که تختای زیادی اونجا وجود داره و یه تخت رو به نیکولاس اختصاص میده و لباساشو عوض میکنه و بعد از این کارا پرستار بعد از خاموش کردن چراغ اونجا رو ترک میکنه. ویکتور هم توی اون اتاق و به بچه‌ها میگه اونا به ما دروغ میگن و بهتر نمیشیم. صحنه بعدی با 3 تا جنین بچه‌ک شروع میشه. اصطلاح از سینی فلزی یکی از اونا رو برمی‌داره و توی یه شیشه پر از مایع شفاف میذاره و ما ویکتور رو میبینیم که روی تخت خوابیده. اصطلاح شیشه رو میذاره تو قفسه‌ای که شیشه‌های دیگه‌ای هم توی اون وجود داره و بعدش نیکولاس رو میبینیم که تو اتاق بیمارستان استراحت میکنه، در حالی که اصطلاح روی تخت کناری نشسته و به دفترچه خاطراتش نگاه میکنه. یه مداد رو به نیکولاس میده تا نقاشی کنه. نیکولاس شروع میکنه یه چرخ و فلک میکشه و توضیح میده که تو توی این چرخ و فلکی و بعدش نیکولاس تصویر یه زنی رو با موهای حالتدار میکشه و اصطلاح اونجا رو ترک میکنه. تو صحنه بعد یه پرستار وارد اتاق میشه تا اعلام کنه که ویکتور بهبود یافته و برای اونا یه صدف دریایی رو به عنوان هدیه فرستاده. پرستار صدف رو روی تخت ویکتور میذاره و همه مادر برای ملاقات با فرزنداشون اومدن اونجا. مادر نیکولاس هم کنار اون نشسته و برای اون غذا آورده. اون یه کاسه غذا به اون میده و دفترچه خاطراتش رو روی تخت پیدا میکنه و شروع میکنه به دیدن دفترچه. اما نقاشی چرخ و فلک و اون زن با موهای حالتدار رو میبینه. تو صحنه بعد پرستارا و نیکولاس رو میبینیم که اونو به یه اتاق دیگه بردن و در حال دعوا کردنن. یکی از پرستارا با تزریق آمپول اونو آروم میکنه، در حالی که اصطلاح تموم این مدت خوابای نیکولاس رو تماشا میکنه که اون زیر آبه. نیکولاس چشماشو باز میکنه و پسرایی رو میبینه که دور تختش ایستادن. یکی از پسرا دفترچه خاطرات نیکولاس رو چک میکنه و یکی دیگه از پسرا نقاشی اون زن رو کنار تخت نیکولاس میذاره و دوباره همه پرستارا رو میبینیم که توی یه اتاق جمع شدن و در حال تماشای ویدیو سزارین یه خانم توی تلویزیون هستن. دکتر توی ویدیو برای بریدن شکم از چاقوی جراحی استفاده میکنه و با استفاده از دستاش بچه رو از رحم خارج میکنه. بچه شروع به گریه کردن میکنه و ما نیکولاس رو بیهوش روی تخت میبینیم. اصطلاح سمت اون میاد و بعد از اینکه سرم اونو قطع میکنه یه تیکه کاغذ و یه مداد به اون میده و از اون میخواد مثل خودش یه ستاره دریایی بکشه. اصطلاح از توی جیبش نقاشی اون زن رو در میاره و به نیکولاس میده. اما تو همون لحظه دماغ نیکولاس شروع به خونریزی میکنه. اصطلاح از یه دستمال برای تمیز کردن بینی اون استفاده میکنه و اونو به اتاقی میبره که سونوگرافی انجام بشه. اون تو سونوگرافی حرکت نوزاد رو تشخیص میده و بعد از اسکن اونو به یه اتاق خالی میبره و یه سری راز و فاحش میکنه. اصطلاح یه سری عکس از دخترایی به نیکولاس نشون میده که یه سری توده گرد مثل مادرش روی کمرشون دارن. اصطلاح نیکولاس رو به دریا میبره و لباساشو در میاره و توده‌های خودش هم به اون نشون میده. اونا به آب میپرن و بعد چند دقیقه نیکولاس که نمیتونه زیر آب نفس بکشه ریه‌هاش پر از آب میشه. اصطلاح اونو به ساحل میبره و اونو احیا میکنه
و نیکولاس با دیدن یه خواب عجیب دیگه توی بیمارستان از خواب بیدار میشه. اون یواشکی از تختش بیرون میاد و توی راهرو میدوه و به اتاقی میرسه که یکی از پسرا روی تخت خوابیده. پسر از نیکولاس میپرسه که آیا اون میتونه توی داخل بدنش حرکتی رو احساس کنه. نیکولاس دستش رو روی شکمش میذاره و فشار میده و اون پسر خون بالا میاره و میدوه که بره و توی راه یه پسری رو میبینه که داخل آب بستنش. یه پرستار میاد دست نیکولاس رو میگیره و میبره و بعدش یه عمل جراحی روی نیکولاس انجام میدن. ما تو صحنه بعد نیکولاس رو میبینیم که توی آب بسته شده و توی آب 2 نوزاد احساس میکنه و تو همین حین یکی از نوزادا به سطح آب میاد و نفس میزنه. وقتی دوباره نیکولاس به هوش میاد میبینه که دارن دوباره اونو تو راهروی بیمارستان منتقل میکنن. استلا نیکولاس رو به ساحل میبره و به آرومی موهای اونو نوازش میکنه و بعدش به آب میپرن و استلا لباش رو به لبهای نیکولاس میچسبونه و سعی میکنه زیر آب به اون هوا برسونه. حالا تو روز بعد وقتی نیکولاس چشماشو باز میکنه، خورشید رو حس میکنه که روی صورتش میتابه و خودشو میبینه که توی قایقه و استلا بهش یکم آب میده. استلا توی اون لحظه از قایق به آب میپره و اونو ترک میکنه و دیگه بر نمیگرده. وقتی نیکولاس دوباره بیدار میشه تنها تو قایق میبینه که نزدیک یه شهر شده پر از ساختمون و نورای درخشان و فیلم تو همین لحظه تموم میشه. این بود از داستان فیلم ایولوشن، محصول سال 2015 و امتیاز 5.9 از 10 توی IMDb. شما یکی از قسمت‌های سری ویدیو مووی استوری رو دیدید. اگه دوست دارید که بازم از این ویدیوها ببینید وارد چنل موویوز بشین و کلی از این سبک از ویدیو رو ببینید. و اینو بگم که من کلی ویدیو خفن درباره دنیای سینما تولید میکنم. پس اگه دوست دارید با کلی فیلم و سریال‌های خفن و جدید آشنا بشین و کلی اطلاع درباره دنیای سینما به دست بیارید، فقط کافیه چنل رو سابسکرایب کنین و زنگوله بغلش هم رو حالت آل قرار بدید که تا ویدیو گذاشتم اولین نفری باشید که میاد ویدیو رو میبینید. و این کار شما بزرگترین لطف به من و کارمه.